شما در این داستان خواندید که حضرت موسی مهاجر میشه، از سرزمینش هجرت میکنه، میای به سرزمین شعیب. بسیار همونطور رنج دیده، خسته، غم دیده، پریشان، ولی با نمی دو تا دختران کمک و همکاری میکنه. بعدن در یک گوشه که اینجا میره میشه یک دعایی میخوانه. این دعا خیلی مهمه، خیلی مهم. این دعا رو باید یاد بگیریم، زندگی انسان تغییر میده، ما رو با آرزوهای ما میرسه. موسی وقتی هجرت میکنه سرزمین نداره، میاد به سرزمین شعیب. خانه نداره، میاد صاحب خانه میشه. زن نداره، به سرزمین میاد صاحب همسر میشه. کل زندگیش جور میشه. ولی دعای کرده. چی دعا کرده؟ رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا هر قدر خیر و خوبی از جانبت به من برسه، من محتاج هستم، ضرورت دارم، به اون نیازمند هستم. ما و شما همه به الله محتاجیم، همه ما ضرورت داریم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله. همه ما و شما فقیر هستیم، محتاج رحمت الله، نصرت الله، کمک الله هستیم. همه ما محتاجیم به الله، نه ضرورت داریم به الله. یگانه کسی که کل انسانیت به او ضرورت داره او کی هست؟ الله هست. اما ما به او ضرورت داریم و محتاج هستیم.